ضحاک هم که طعم گوشت به دهانش مزه کرده بود از همه اونها میخورد و به آشپز آفرین میگفت. مرد آشپز که کسی جز خود ابلیس یا شاگرد اون نبود گفت: ای شاه، فردا براتون خورشی میپزم یا تمام بدنتون پرورش پیدا کنه. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که شادان زیهی شاه گردن فراز، که فردات از آن گونه سازم خورش، که از او باشدت سر به سر پرورش. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فرداز خوردن چه سازد شگفت. خورش هاز کبک و تذرو سپید، بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون بنان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. سیم روز خان را به مرغ و بره، بیاراستش گونه گون یک سره. به روز چهارم چو منهات خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. او اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد، شگفت آمدش زان خوشی با هر مرد. بدو گفت: بنگر که از آرزوی چه خواهی، بگو با من ای نیک خوی. خورشگر بدو گفت: که ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت استم به نزدیک شاه، و اگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم بدو برنهم چشم و روی. ضحاک تا که خواستگی جوان رو شنید به خودش مغرور تر شد. پیش بیا ای مرد، پیش بیا و کتف من رو ببوس تا نام تو در جهان بلند آوازه بشه. اهریمن که دلشاد شده بود جلو رفت و کتفهای ضحاک رو بوسید. شو بوسید شدن در زمین ناپدید، کسان در جهانین شگفتی ندید. اهریمن وقتی که کارش رو انجام داد یک بار از نظرها غایب شد.